لذا پیش نیاز عشق‌ورزی دیگران به تو، عشق‌ورزی خودت به خودت. اما کجا میتونه خودت به خودت عشق بورزی؟ این که شعار نیست. زمانی میتونه خودت به خودت عشق بورزی که این اساس قانون جذب است که عیار خودت ببری بالا، واقعا بهش به انسان تبدیل بشی که واقعا خودت عاشقانه دوست داشته باشی. میدونی وقتی نگاه میکنی چقدر قشنگ عمل میکنی، چقدر مثلا خوب درس خوندی، چقدر نمره‌های خوب گرفتی، چقدر اخلاقت خوب کردی، چقدر عادت‌های قشنگی داری، چقدر مرام قشنگی داری، چقدر انسان با تقوایی هستی، چقدر رابطت با خدا خوبه، چقدر به انسان‌ها احترام میذاری. یعنی تمام ویژگی‌های خوبه که انسان رو تو داری، اینجاست که عیار تبدیل به یک طلایی میشود که میتونی عاشقانه خودت دوست داشته باشی. و به محض خودت دوست داشته باشی و عاشق خودت باشی تمام است، دیگه نگران نباش. برای تو قانون جذب شگفت انگیز کار میکنه، برای که دیگران در تو اون چیزی رو میبینن که تو در خودت میبینی. تو که خود را بد نمیبینی، تو که خود را کوچک نمیبینی. وقتی خودت یک انسان با فضیلت، با کرامت، خوش اخلاق، خوش مرام، عالی، با تقوا، عالی میبینی، با همه معیارهای ارزش خودت خود قشنگ میبینی و کار کردی رو خودت، عادتهای خوب در خودت به وجود آوردی، تو لنگ زور نمیخوابی، انسان سحرخیزی شدی. برای که جمله مهمه، عادتهای خوب در شما ایجاد فضیلت میکند و فضیلت ویژگی است که تو را از بقیه انسانها متمایز و متفاوت میکند. وقتی انسان با فضیلتی شدی، وقتی باورهای عالی داری، وقتی عادتهای خوب داری، وقتی مرام قشنگی داری، وقتی خصلت‌های خوبی داری، وقتی کسی را اذیت نمی‌کنی، وقتی به کسی حرف بیهوده‌ای نمیگویی، وقتی انسان ساده و راستگویی هستی، تمام این ویژگی‌های خوب در تو عیار تو رو میاره بالا. کار به جای میرسه که به محض به خودت فکر می‌کنی میگی چقدر من انسان شگفت انگیزی هستم.